أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب ما و شما 8 باب یا میتونیم بگوییم 8 درس رو گرفتیم و حالا باشد درس نهم یا باب نهم را به سمع شما خواهیم رسانید. باب نهم ما و شما، هر کسی که این رساله این کتابچه را دارد، صحیفه 7 هست. در صحیفه 7 میگوید که الباب التاسع، یعنی که باب نهم. در صحیفه 7 صاحب کتاب میگوید که الباب التاسع، یعنی باب نهم. باب 9 از 22 باب صرفی. اما این باب ما و شما 22 باب را به 4 قسم تقسیم کرده بودیم. ثلاثی مجرد، 6 باب ثلاثی مجرد را ما و شما گرفتیم. یکم باب باب نصر ینصرو، دوم باب باب ضرب یضربو، سوم باب فتح یفتحو، چهارم باب علم یعلمو، پنجم باب حسن یحسنو، ششم باب حسب یحسبو. این 6 باب را باب‌های ثلاثی مجرد میگویند. باب‌های ثلاثی مجرد را خلاص کردیم. بعد از این گذشته ما و شما در باب‌های ثلاثی مزید گفتیم 12 باب دارد ثلاثی مزید و این 12 باب به 3 قسم باز تقسیم می شود. 3 باب اولش یک حرف زیادتی دارد. 3 باب اول از این 12 باب یک حرف زیادتی دارد. پس ما و شما از این 12 باب ثلاثی مزید باب یکم را گرفتیم. باب افعالش میگن اکرم یکرم اکراما، و باب دوم رو همچنین گرفتیم. باب تفعیلش میگویند و مثل فرح یفرح تفریحا. و باب سیوم ان شاء الله حالا خواهیم گرفت. یعنی 22 باب. این باب نهم از 22 باب است، لیکن از باب های ثلاثی مزید این باب چند می باشد؟ باب سیوم. باب سیوم از باب های ثلاثی مزید است. این بابی که حالا شما دیده ایستادید. خب میبینیم صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید؟ میگوید که الباب التاسع، یعنی باب نهم از 22 باب صرفی و باب سیوم از باب‌های ثلاثی مزید. وزنه فاعل یفاعل مفاعلة فعالا فعالا. دقت بتید که این فعل، این بابی که ما و شما حالا میگیریمش، این چند مصدر دارد. خب موزونه قاتل یقاتل مقاتلة قتالا قتالا. این موزونش است. اکنون بیایید ما و شما از این وزنهایی که گرفتیم، قاتله این فعل ماضی است، یعنی جنگیدن آنها، جنگید وی. قاتله یعنی جنگید وی. یقاتلو می جنگد وی. مقاتلتن، این مقاتلتن این را میگن مصدر. ما و شما در گذشته هم خوندیم، مثلا اکرامن مصدر بود یا تفریحا مصدر بود. مقاتلتن همچنین مصدر است. لیکن قتالن و قتالن اینها چی هستند؟ اینها هر دویشان را میگوین اسمی مصدر. اینها را میگن اسمی مصدر. این نامش مصدر هست. در گذشته ما و شما این را خوندگی بدیم. این نامش مصدر هست. این دو تا باقی مانده نامش اسمی مصدر هست. هرچون هم مصدر گفته میتوانیم. پس در ترجمه میگویم قاتل جنگید وی، یقاتلو می جنگد وی، مقاتلتن جنگیدن، قتالن همچنین جنگیدن، قتالن همچنین جنگیدن. پس این 3 طرح ترجمه ده یک هست، جنگیدن. فقط در نام که این را میگن مصدر، اینها را میگوین اسمی مصدر. فقط در نام فرق داره که در ترجمه یگان فرقیت ندارد. اکنون
بعد از اونه که برای ما و شما صاحب کتاب وزن را، ترازو را بیان کرد و کلمه هموزن را بیان کرد، اکنون چی میگوید؟ میگوید که و علامته، یعنی نشانه باب نهم چی است؟ ما از کجا باب نه را بشناسیم؟ میگه ان یکون ماضیه علی 4 احرفین. میگه ماضیش حساب کن، میگه فعل ماضیش 4 حرف دارد. ببینید فا، الف، عین، لام. چند تا میشه؟ 4 تا. ماضیش 4 تا حرف دارد. قاف، الف، تا، لام. قاتل. پس ببینید 4 تا حرف دارد. وقتی ما دیدیم که در فعل ماضی 4 تا حرف دارد، پس معلومه شو از باب چنده؟ از باب نهم هست. اکنون این 4 تا چی است؟ حالا بیانش میکند و باز هم تکرار میکنیم که 4 حرف که میگوید این را در ذهنتون بگیرید که در علم نحو این کلمه در کار میشود. یعنی 4 حرف دارد فعل ماضیش، در علم نحو در کار میشود. در اونجا میگوید فعل ماضیش که 4 حرفه باشد. پس شما در یادتون بگید که باب 7، باب 8، باب 9، این 3 باب در فعل ماضی 4 حرفه است، طوری که ما و شما گرفته ایستادیم. خب اکنون صاحب کتاب بیان میکنه که به زیادت الالف بین الفاء و العین، میگه که یک حرف زیادتی دارد بین فا و عین ده. اون حرف زیادتی چی است؟ الف است. ببینید قاف و ت را در بینش یک حرف زیادتی کردیم، به زیادت الالف، الف زیادتی کردیم. لیکن اون زیادتی ما در کجا است؟ در بین ف و عین، یعنی فای کلمه، عین کلمه میگن. یعنی در بدون خونده بودیم. این یکمش ف کلمه میگن، دویمش عین کلمه و سومش لام کلمه. پس در بین ف و عین کلمه یک الف رو همراه میکنن، میشود باب نهم. میشود باب چند؟ باب 9. و بناؤه، انا اکنون ساخت باب 9 را بیان میکند. باب نهم یا باب سیوم از باب‌های ثلاثی مزید برای چی ساختندش؟ باب 7 فهمیدیم برای متعدی گرداندن بود. باب 8 فهمیدیم برای متعدی میگرداند، برای تکفیر بود. اکنون باب 9 برای چی است؟ برای چی این طور ساختن عربا؟ اکنون بیان میکنن، میگه و بناؤه، میگه ساخت باب 9 میگه همین است که للمشارکت بین اثنین غالبا، میگه برای مشارکه بین 2 کس است. غالبا بسیار وقتا مشارکه در بین 2 کس دلالت میکند. اکنون بیایید مشارکت بین 2 کس یعنی چی؟ یعنی در همون کار 2 کس هر دوشان شریک هستند. 2 کس یک جا شریک هستند، همین رو میگن مشارکه. مثلا یک زواد میکشن، 2 کس سوم یک جا میپرتوین و میکشن، میگن ما شریک هستیم. یعنی که هر دوشان در این زواد سهم داره. یا چند آدم جمع میشن یک جا میکشن، میگن ما در اینجا میگم شریک هستیم با یک دیگر، یعنی مشارکت داریم در این. پس مشارکه یعنی در همون فعل 2 کس یک جا شریک هستند. اکنون چی دارم 2 کس یک جا شریک هستند؟ بیایید مثالش رو میگیریم تا اینکه بفهمیم چی را در نظر دارد. خب میگه که وقت مشارکت بین اثنین غالبا، میگه بسیار وقت مشارکت بین 2 کس است. وقد یکونو للواحدی، و گاهی برای یک کس می شود. غالبا برای مشارکت بین 2 کس است، لیکن گاه خیلی وقت میگه بین 1 کس می شود، بین 2 کس نه. که حالا صاحب کتاب بیانش میکنه، میگه مثال المشارکت بین اثنین نحو قاتل. دقت بتید، میگه که قاتل زیدون. ببینید قاتل زیدون عمرن. قاتل زیدون عمرن یعنی چی؟ یعنی جنگید زید عمر را، یا جنگید زید با عمر. ببینید جنگیدن از 2 طرف است. یعنی که زید جنگید با کی؟ با عمر، و عمر جوابش داد در جنگش. دیده؟ یعنی که هر دوشون در قاتله یعنی جنگیدن ده. زیدم جنگیده است، عمرم جنگیده است. یک مثال دیگر بیارم به خاطر واضح شدن. دقت بدید. مثلا من میگم که ضرب زیدون مثلا عمرن.
دقت بتید ضرب زید عمرا یعنی که زد زید عمر را. اینجا در مشارکه نیست، اینجا در زید زدگی هست، عمر شته خوردگی است. یعنی زننده زید است، شته خوردگی کی است؟ عمر هست. لیکن در اینجا نه، در اینجا قاتله ده زیدم جنگیده است، عمرم جنگیده است. یعنی که زید با عمر جنگید، عمر با زید جنگید. اکنون بیایید که من میگویم که زید عمر و عمر زید رو زد چیکار میکنیم؟ ضربه را باب 9 میاریم، در بین ضاد و ر یا الف همراه میکنیم. این طور ببینید دقت بتید. مثلا میگیم که دقت بتید ضرب زیدون عمران و مثل این شد. یعنی که زید عمر رو زد و عمر گشته زید رو زد. دیدید؟ یعنی جنگ از دو طرف شد، از دو طرف. اینا میگن مشارکه. یعنی که زید عمر زد، عمر زید زد، از دو طرف جنگ شد. در اینجا نه، یک طرف زید زد و عمر شته خورد، خلاص جواب رد بگم زدن و جواب نداد. لیکن در اینجا باشد نه، جواب داد، دو طرفه زدن. اینا میگن مشارکه. پس قاتل زید عمران جنگید زید با عمر، عمر با زید. انا میگن مشارکه. انا میگن مشارکه بین اثنین، بین دو کس. یعنی که یکدیگر چیکار کردن؟ همین فعل ده، در همون کار یکدیگر ده یاردن بگیم، هر دوشون شریک هستن. زدن ده، هم زید زد هم عمر زد، هم زید شته خورد هم عمر شته خورد. یعنی که از دو طرف بود جنگ. یک مثال دیگر، مثلا من میگویم که نصر زیدون عمران، یعنی یاردم کرد زید عمر رو. آیا این برای مشارکه است؟ نه، برای مشارکه نیست. این یاردم کردگی از زید عمر رو، خلاص. و مثل این هست، یاردم دهنده این است، فایده دیدگی آدم این هست. یعنی یاردم رو این قبول کردگی است، لیکن یاردم دهنده این هست. پس من میخوام که بگم زید عمر یاردم کرد، عمر زید، یعنی یاردم از دو طرف شد. اینا چیکار کردن نکنه؟ بابی 7 آوردن نکنه. مثلا ناصر میگیم چی؟ ناصر. دیدید؟ ناصر زیدون عمران. انا اکنون شد که یاردم کرد زید عمر را و مثل این یاردم کرد زید عمر را و عمر زید یاردم کرد. وقتی که ناصره بگومش، ناصره یعنی یکدیگر یاردم کردن. انا میگن چی؟ انا میگن مشارکه. لیکن این مشارکه بین چی است؟ بین اثنین. مشارکه بین دو کس. این مشارکه بین دو کس است. بیایید اکنون مثال را میگیریم که مشارکه از یک طرف است. چطوری که صاحب کتاب گفت که غالبا مشارکه بین دو کس است، گاهی گفت بین یک کس می شود. خب مثال بین یک کس چی است؟ مثال الواحد میگه. مثالی که مشارکه بین یک کس است میگه همین است که قاتلهم الله. دقت بتید ببینید، قاتلهم الله، قاتلهم الله یعنی جنگید با آنها الله. الله جنگید با کی؟ با آنها، یعنی با کافرها. پس این بیا آشکارش کنیم. مثلا قاتل الله الکفار. یعنی که جنگید الله با کی؟ با کافرها. آیا مثلا الله جنگید با کی؟ با کافرها. دقت بتید. لیکن آیا کافرها با الله جنگیده تو نیستن؟ نه، نمیتونن جنگیدن. پس این مشارکه بین یک کس است. الله با اینها جنگید با کافرها، لیکن کافرها با الله جنگیده نمیتواند. اینا میگن مشارکه بین یک کس. اینا میگن مشارکه بین چی؟ بین یک کس. اینجا نبود مشارکه بین دو کس، بین هر دوشان. اینجا بین یک کس است. فقط الله با کافرها جنگید، لیکن کافرها با الله جنگیده نمیتوانند. امکان جنگ کردن با الله رو ندارد. پس اینا میگن چی؟ مشارکه. و بناؤه للمشارکه بین اثنین غالبا
و قد یکون للواحدی، بین دو کس و گاهی بین یک کس هم می شود این مشارکه. مثال المشارکه بین اثنین نحو قاتل زید عمرا، این بین دو کس. و مثال الواحدی، مثالی که مشارکه بین یک کس است، قاتلهم الله، هم یعنی ویها، یعنی کافرها، قاتلهم الله یعنی جنگ الله با ویها، یعنی با کافرها. خب اکنون بعد از این اعرابش بیان کرده هستیم که قاتل، دقت بتید، قاتل فعل ماضی مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، عمرو مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. قاتلهم الله، قاتل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، الله لفظ جلاله، كلمة جلاله اسم جلاله چی است؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. پس این اعرابش می باشد. میتونم بگیم که فاعل مؤخر، فاعلی که بعد آمدگی است. اینجا در مفعول به مقدم پیش آمد و فاعل بعد از مفعول به آمد. خب اکنون یک تنبیه مهم در اینجا ذکر کرده هستم. اکنون باب 9 خلاص شد. باب 9 همین است و بس. یعنی قاتل یقاتل مقاتلتا قتالا و برای مشارکت همین ها رو باید شما از یادش کنید و بدانید که 4 حرف دارد در فعل ماضی. اینا در یادتون داشته باشید. خب اکنون تنبیه را میگیریم. تنبیه مهم، یعنی آگاهی لازمه که باید هر طالب علم بداند. هر یک کسی که میخواد عربی را از خود بکند باید این چیزا بداند. او چی است؟ حینما یکون الباب التاسع للمشارکه بین اثنین، وقتی که ما میگیم که باب 9 برای مشارکه بین دو کس است، فکل منهما فاعل و مفعول فی المعنى. پس هر یک تا این را میگه ما میتونیم بگیم فاعل و هم فاعل است هم مفعول و هم فاعل است هم مفعول در معنی. یعنی چی؟ یعنی که هم زد است و هم شته خورده است. زید هم زد و هم شته خورد. امر همچنین هم زد و هم شته خورد. برای خاطر میگه که در معنا نگاه کنیم هر دوش هم فاعل هستند و هم مفعول هستند. زیدون هم فاعل هم مفعول، امرن هم فاعل هم مفعول، که در معنا. اما در اعراب این گپ گفته نمیتونیم. ما در اعراب، در تحلیل کردن کلمات، در حرکت گذاری کلمه ما این گپ گفته نمیتونیم. خب اذا قلت قاتل زیدون امرن، وقتی تو میگی که قاتل زیدون امرن، وقتی میگه همین گپ که گفتی، تقول قاتل فعل ماضی، پس میگیم که قاتل فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. زیدون چی میگیم؟ میگیم زیدون فاعل فی الاصطلاح و فی المعنى مفعول به. لیکن زیدون میگه در اصطلاح زبان عربی بگیریم زیدون فاعل است، بعد فعل اومد فاعل است، لیکن این چی است؟ مفعول هست. همچنین در اصطلاح زبان عربی فاعلش بگیم، لیکن در معنی همچنین چی است؟ مفعول هست. و امرن فی الاصطلاح مفعولون، امر ببینیم در اصطلاح مفعول هست، لیکن در معنی همچنین فاعل هم هست. یعنی که هم زدگی است، هم شته خورد هم زد. پس اینا میگن هم فاعل و مفعول در معنا. لأن كل منهما قاتل و مقتول لابد انه حصل عليه شيء من المقاتله. زیرا که هر دینها هم قاتل هستند و هم مقتول، هم زن بگیم هم جنگنده است و هم شته خورنده. رنگ داربه دا گفتیم هم زننده است و هم شته خورنده. همچنین در اینجا هم جنگ کرده است، هم از او جواب جنگ گرفته است، یعنی از دو طرف شدگی است. چطور گفتیم؟ برای مشارکه است. اذن کل منهما فی المعنى فاعل و مفعول. پس میگه در معنا نگاه کنیم این هم فاعل است هم مفعول، این هم همچنین فاعل است هم مفعول، یعنی هم جنگیده است و هم جنگ بالاش اومده است. این هم همچنین هم جنگیده است هم جنگ بالاش اومدگی است. لكن میگه فی الاصطلاح لا يمكن هذا، لكن فی الاصطلاح لا يمكن هذا. لیکن در اصطلاح زبان عربی ما نمیتونیم بگیم که زیدون فاعل و مفعول، امرن فاعل و مفعول. این گفت گفتن نمیتونیم. باید ما حرکتای زیرا که یک فعل یک فاعل قبول میکنه یا مفعول به، بعضی فعلات دو مفعول به قبول میکنه، دیگر مسئله است. لیکن فاعل یک فاعل قبول میکند. فعل یک تا فاعل دارد، دو فاعل ندارد. فعل یک فاعل دارد. پس اینا ما فاعل میگیم یا مفعول بهش میگیم. این همچنین یا فاعلش میگیم یا مفعول به. پس در اینجا این بعد از فعل که اومد این را فاعل میگیم، این را چیکار میکنیم؟ این را
مفعول بهش میگوییم. این در اصطلاح چی است؟ در اصطلاح زبان عربی. چطور گفتیم که اینها در معنا اگر نگاه کنیم هم فاعل است و هم مفعول، اینا همچنین هم فاعل است و هم مفعول، یعنی هم انجام دهنده کار است و هم کار در بالاش واقع شدگی است. خب این بود تنبیه مهم، یعنی که یک تنبیه و یک خبری مهمه. اکنون به همین این از کتاب درس ما و شما به پایان رسید. اکنون بیایید ما و شما نگاه میکنیم از قاتله این 12 چیزی که اشتقاق کردیم یا در بدون گرفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند، اینها را چی طور میآید؟ این را باید شما بدونید. مثلا فعل ماضی باب نهم چیه؟ قاتله. دقت بدید. قاتله این چند صیغه دارد؟ 14 صیغه. بگویید 14 صیغه. قاتله قاتل قاتلو، قاتلت قاتلت قاتلنا، قاتلت قاتلتم قاتلتم، قاتلت قاتلتم قاتلتن، قاتلت قاتلنا. این فعل ماضیش است. اما فعل ماضی معلوم است، اما فعل ماضی مجهول را چیکار میکنیم؟ این را کار میکنن زیرا اینکه شما در دفتراتون باید بنویسید. ببینید قاتله، قاتله فعل ماضی معلومی باب 9 هست. من میخوام این فعل مجهول کنیم، چیکار میکنم؟ در بدون خوندیم نه؟ ما قبل آخر را کسر کنند، کسر میکنم میشید قاتله. و اولین حرف متحرک را چیکار میکنم؟ اولین حرف متحرک را دم میکنم. چی میشود؟ تلفظ کرده نمیشود. الف است و تیله. اکنون این الف قاعده داریم ما، الف ساکن، الف ما قبل دم را قلب میکنن به واو، یعنی این الف واو میشود. وقتی که واو کشید بعد قاف حرف واو می نویسیم. این طور ببینید چی می شود اکو؟ کو تیلا. پس قاتله فعل ماضی معلوم است، فعل ماضی مجهولش می شده است که قوتله. قوتله. دقت بدید. قوتله. دیدید؟ این الف در مجهول قلب به واو شد. یک کسی بگوید برای چی قلب به واو شد؟ میگوییم که الف ما قبل مضموم را، یعنی الفی که پیش از خود رو دم نباشد اون را قلب میکنن، تغییرش میتین به واو. دیدید؟ قلبش میکنن تغییرش میتین به واو. چطوره که در اینجا شما دیدید قوتله. قوتله مجهول فعل ماضی باب نهم است، یعنی قوتله جنگیده شد. مثلا ضربه باشد ضربه، مجهولش چی میشود؟ مجهولش ضربه، یعنی جنگیده شد یا زده شد. ضربه زده شد. نوصره یاردم کرده شد. فاعلش معلوم است، فعل مجهول شده ایستاده است. از این حساب این باب را دقت بدید که در اینجا الف در مجهول چی میشده است؟ در مجهول قلب واو میشود. این فعل ماضی. فعل ماضی تا آخرش دیگه با واو است. قوتلا قوتلا قوتلو، قوتلت قوتلتا قوتلنا، قوتلتا قوتلتما قوتلتم، قوتلتی قوتلتما قوتلتن، قوتلتو قوتلنا تا به آخر. اکنون بعد از این فعل مضارعش است که قاتل یقاتلو. ببینید یقاتلو، یقاتلو می جنگد. یقاتلو یقاتلون یقاتلون تا 14 تاش بگویید. مجهولش میکنیم یا تغییرات نیست. یقاتلو، یقاتلو یقاتلون یقاتلون، تقاتلو تقاتلون یقاتلن، تقاتلو تقاتلون تقاتلون، تقاتلین تقاتلون تقاتلن، اقاتلو نقاتلو 14 صیغه رو میگویید و نوشته در دفترتون بگیرید. بعد از این اسم فاعل، اسم فاعل چی میشود؟ مقاتلون. اسم فاعلش میشود مقاتلون، یعنی یک آدم جنگنده. این چند 6 صیغه داره. صیغه‌اش بگید. مقاتلون مقاتلون مقاتلون، مقاتلتون مقاتلتون مقاتلاتون، یعنی جنگنده. اسم مفعولش چی میشود؟ مقاتلو، 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 مقاتلو یعنی جنگیده شده، یک کسی جنگیده شده. 6 صیغه دارد. صیغه‌اش همچنین شما بگید. مقاتلون. فعل جهت چی است؟ لم یقاتلو،
لم یقاتل فعل جزم مجزوم بلم. لم یقاتل، لم یقاتلا، لم یقاتلو، لم تقاتل، لم تقاتلا، لم یقاتلن، لم تقاتل، لم تقاتلا، لم تقاتلو، لم تقاتلی، لم تقاتلا، لم تقاتلن، لم اقاتل، لم نقاتل. 14 صیغه معلوم با مجهولش کنه. لم یقاتل چطوره که فعل مضارع را مجهول کرده به مثل میشه، فقط آخرش مجزوم می شود. در بدون این را به تفصیل خوندگی هستیم. بعد از این فعل چی است؟ فعل نفی است که لا، لا تقا، لا یقا، لا یقاتلو، لا یقاتلو، لا یقاتلو نمی جنگد. لم یقاتل نجنگید، لا یقاتلو نمی جنگد. 14 صیغه معلوم، 14 صیغه مجهولش رو بگویید. بعد از این فعل امر است که فعل امر چی میشه؟ قاتل، قاتل، قاتل یک آدمی جنگنده. قاتل بجنگ، قاتل بجنگ. اکنون قاتل رو چطور میگیریم؟ مثلا از تو قاتلو میگیریم، تو در بدون رخوندگی هستیم، تو قاتلو، تو قاتلو، تو قاتلو فعل مضارع مخاطب معلوم است، آخرش ساکن میکنیم میشود تو قاتل و حرف مضارعت رو میگیره میشود قاتل. قاتل بجنگ تو یک مرد، ضربه باشه داری بزن تو یک مرد، بزن تو یک مرد. مثلا نصر باشه ناصر یاردم کن تو یک مرد. همینطور فعل امر شد. پس قاتل فعل چی است؟ فعل امر است. فعل نهی باشد لا تو قاتل، لا تو قاتل. لا تو قاتل معناش نه جنگ، جنگ نکن. لا تو قاتل 14 صیغه معلوم، 14 صیغه 8 صیغه معلوم و 14 صیغه مجهول دارد. اینها را شما خودتون بگویید. تو قاتل، تو قاتل، لا تقاتل، لا تقاتلا، لا تقاتلو، لا تقاتلی، لا تقاتلا، لا تقاتلن، لا اقاتل، لا نقاتل. این 8 صیغه معلومش است. اکنون مجهولش لا تقاتل، لا تقاتلا، لا تقاتلو. همچنین 14 صیغه دارد. اینا شما خودتون بگیرید مجهولش. اسم زمان و مکانش به مثل چی است؟ به مثل اسم مفعول هست. و مثل اسم چی است؟ اسم مفعول. یعنی مقاتلون، مقاتلون اسم زمان هست، اسم مکان هست، اسم مفعول هست و مصدر میمی است. این وقتی نامش چی است؟ اسم مشارکه، اسم مشارکه است. این خب اسم حالت از این باب نیست و اسم تفضیل از این باب نیست. پس این هست آن چیزی که از باب 9 در باب 9 برای ما لازم است. اینها را بسیار کار کنید، در ذهنتان خوب بماند. زیرا که این مسئله برای کسی میخواد زبان عربی را خوب از خود بکند بسیار مهم و بسیار لازم و بسیار ارزنده هست و باید هر کسی که میخواد عربی را یاد بگیرد این چیزها را بداند. پس این هست درس امروزه ما و شما. با این درس امروزه را با آخر میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.